یه داستان عجیب غریب از زمان دانشگاه بهتون بگم. خب من ترم اول دانشگاه شریف قبول شدم. خب کلا یک سال اول با همشهریام هم اتاقی بودم. خب 6 نفر توی اتاق، 5 نفر فکر کنم 4 نفر بیرجندی بودیم. خب میگفتیم میخندیم، رفیق بودیم، میرفتیم میبرون. خب با معدل 15 یا 16 پاس کردم. خب ترم آخر، یعنی سال آخر، معدل من شد حدوداً 17 یا 18، معدل خیلی بالایی شد و من دقیقاً با 5 نفر دیگه هم اتاقی بودم که اونا معدل 17 18 یا 19 داشتن. یهو بعد چند سال که دوباره نگاه نکردم دیدم کل اون 4 سالی که من درس میخوندم، هر 4 سال معدل من میانگین معدل هم اتاقیان بود و انقدر این تأثیر عجیبی تو زندگیم داشت که دیگه از جا به بعد با هر آدمی یا نمیگردم یا وقتی میگردم که میدونم آقا فلانی ورزشش خوبه، فقط تو فیلد ورزش باش رفیقم، فلانی بیزنسش خوبه، بیزنسی باش رفیقم، باش نمیرم ورزش. خب آدمه رو میبینم که کجا چه مزیتی داره، بر اساس اون مزیت انتخاب میکنم، چون من میشم میانگین رفیقا و آدمای دور و برم که هستن. اون آدمه بد باشه منم بدم، نمیتونم بگم من از اون بهترم، نه نیستیم.